سلام عرض می‌کنم خدمتتون. خیلی خوشحالم که بار دیگر امکانی دارم که یه ویدیو براتون تهیه کنم، اونم در رابطه با بیت کوین. امروز میخوام یه استراتژی که حالا یه جورایی با دید آی سی تی هست رو بهتون معرفی کنم. خیلی چارت بررسی کردم، یه سری ستاپ ها رو بررسی کردم و آخرش به لیکویدی سویپ رسیدم. حالا بهتون توضیح میدم که چجوری این استراتژی رو میشه پیاده کرد. خب بریم سر اصل موضوع. خیلی از دوستان من همیشه پرسیدن که عرفان تو فارکس کار میکنی، مثلا ما کریپتو کار میکنیم، اینا تازه شروع کردن چیکار کنیم و اینا. من بهشون گفتم من بعد بک تست بگیرم، بعد ببینم که چارت بیت کوین چجوریه، بررسیش کنم و هیچ ایده‌ای ندارم. و یه کوچولو اونا ناراحت شدن، سرخورده شدن، ولی هیچ اشکالی نداره. خیلی بهتره این بود که من بهشون یه استراتژی بدم یا یه چیزی بگم که به راه کج ببردشون. برای همین تصمیم گرفتم برای خودم هم که مثلا اگه خواستم یه موقع ترید کنم روی کریپتو، حالا من بیت کوین انتخاب کردم چون خیلی جامع تره دیگه، خیلی ثابت تره و اون استراتژی که من میخوام بهتر پیاده میکنه. استراتژی که من میخوام پیاده کنم روی میجر سوینگ ها هست. حالا میجر سوینگ ها چیه؟ ما میدونیم خب هر کدوم از این روندا یه لو داره، یه دونه مثلا های داره. حالا اینو میتونیم های در نظر بگیریم، این مثلا سوینگ لوشه، اینجا دوباره یه های میزنه، یه سوینگ لو میزنه و از این قرار که اینا سوینگ های و سوینگ لو هستن، های و لو های ما هستن. حالا اینا ماینرن که وسط روندن. اونایی که مثلا مثل اینجا که مشخص کردم یا مثل اینجا یه روند رو عوض میکنن، اینا میشن میجر، یه جورایی میشن اصلی دیگه، اونا ماینرن. بیشتر تمرکزمون روی این موارد هست، میجر سوینگ ها. و البته در نظرش نمیشین که تایم فریم ما 4 ساعته. حالا یه نگاه کلی که به بیت کوین داشته باشیم به این صورت، متوجه میشیم که بیت کوین این اکسپنشن ها رو داشته، اسپایک ها، فشارهای خرید، هر چی که حالا داخل سبک شما اسمش هست، این اسپایک ها رو داشته. این لگارا بعدش شروع میکنه رنج شدن. مثلا اینجا چقدر رنج شده؟ اینجا اندازه 200 روز رنج بوده، تا اینجا هم در نظر بگیریم 206 روز رنج بوده. دوباره اینجا رنج بوده، دوباره اینجا 50 روز مثلا رنج بوده، دوباره اینجا رنج، اونجا هم رنج. و هر از گاهی ماهی یه بار شروع میکنه اکسپنشن درست کنه. در واقع استراتژی که من حالا به این نتیجه میخوام رو بیت کوین پیاده کنم برای وقتایی که بیت کوین رنجه. خب حالا میجر سوینگ ها پس بخش خیلی مهم این استراتژی شد. استراتژی به چه صورته؟ من اینا هم پاک کنم که تو همین رنج بهتون نشون بدم. وقتی یه همچین اکسپنشنی رخ میده، مثل اینجا که داره میره بالا، ما شروع میکنیم اولین کفا رو نشونه گذاری میکنیم. مثلا اولین کف اینجا اینه، بعد اینجا میاد سقف بالاتر میزنه اینجا و کف بعدیش اینه. اینجا که سقف بالاتر میزنه کف بعدیمون اینه. دوباره وای میسیم کجا سقف بالاتر میزنه؟ اینجا که این سقف زده میشه. کفش کدومه؟ کفش اینه. یا حالا میتونیم آره همینه دیگه. دوباره کجا سقف میزنه؟ اینجا. این کفش اینه. اینجا هم میشه در نظر گرفت، ولی خب اینجا یه جورایی لو خیلی تمیزی نداریم دیگه. اینجا هم حالا اگه در نظر بگیریم هیچ ایرادی نداره. قراره چیکار کنیم؟ قراره بعد همچین روندهای پرقدرت آخرین کفی که زده میشه میره بالا، بای بگیریم. حالا چه اگه شما اینو در نظر گرفتید از اینجا، اگه پایینیشو در نظر گرفتید از اینجا، و از اینجا بای بزنیم تا کجا؟ تا سقفی که تشکیل داده. اینجا شروع میکنیم به چی؟ به حالا خروج از معامله یا یه جورایی سل بزنیم. فقط من یه نکته رو بگم، این نوع از معامله هنوز من براش استاپی رو مشخص نکردم. استاپ خودتون میتونین حالا طبق همین رنجی که مثلا اینجا انجام داده، طبق این رنج مثلا
یه استاپی در نظر بگیرید. مثلا بگید که بالاتر نصف رفت من استاپ بخورم یا اندازه کلش کردم. من هنوز استاپی در نظر نگرفتم براش، ولی خیلی مدیریت سرمایه رو مهم در نظر بگیرید. ریسک منیجمنت رو حتما رعایت کنید. و ریسک منیجمنت رو حتما رعایت کنید توی معاملاتتون. خب پس اینجا اگه ما سل زده باشیم، پس یه بای اینجا شد. حالا اینجا در نظر میگیریم، این پایینم یه سل هم اینجا شد دیگه. اینجا باید معامله بیایم بیرون. حالا تارگت این کجاست؟ تارگت این میاد این کف که اینجا هست. اینا من قرمز کنم. دوباره از اینجا این پایین شما باید بای بزنید. میجر سوینگ بوده دیگه اینجا. دوباره میتا کجا باید نگه دارید؟ تا میجر سوینگ بعدی که میشه اینجا. دوباره اینجا میتونید سل بزنید. ببینید این اتفاقات تو این استراتژی میفته، خیلی طبیعیه چون هنوز روند صعودیه، هنوز تغییر نکرده، ولی برای رنجا خیلی جوابه. مثلا اگه از اینجا تا اون بالا 15% دیگه من کریپتو رو به درصد میگیرم نه پیپ. اینجا 3% مثلا میره تو ضرر. میتونید بک تست کنید، تمام ضررهایی که ممکنه بخوره در نظر بگیرید، یه استاپ مشخصی بذارید. اگه از اینجا سل بگیرید دوباره تا اینجا میتونید نگه دارید. یه داستان مهم دیگه هم که تو این ریسک منیجمنت هست، حتما به این دقت کنید که اگه مثلا معامله شما اینجا $20 میره تو ضرر، رو $10 و $20 نبندینش، چون باعث میشه ضرراتون بیشتر شه، سوداتون کم شه. این هم خیلی نکته مهمیه. دوباره سوینگ بعدیمون میشه کجا؟ اینجا. حالا اینجا یه اتفاقی افتاد. اینجا الان از فاصله این سوینگ تا این سوینگ 15-16% و هی داره این روند ما بازتر و بازتر میشه. عرض رنجمون در واقع، روند سایدویمون عرض رنجش داره بازتر و بازتر میشه. وقتی این اتفاق میفته دیگه الزامی وجود نداره که شما بیاین حتما از این پایین نگه دارین تا اون بالا. نه که نرفته باشه، رفته ها، ولی این کارو نکنید و مثلا اینجا دیگه ببندید پوزیشن رو. این کارو میتونید بکنید. میتونم بگید نه آقا من میخوام کلش رو بگیرم، نگه دارید. ولی هرچی بیشتر نگه دارین احتمال اینکه مثلا روند برگرده استاپ شما رو بزنه هست. پس اینجا هم قرار شد سل بزنید. حالا من تا میام بقیه رو رسم کنم یه نکته خیلی جالب بهتون بگم. این نوع حساب برای مثلا حساب کریپتو یه ذره پر ریسک محسوب میشه. به نظر من اگه معاملاتی باز شه که ایزولیت باشن داخل صرافی و این معاملات ایزولیت به این صورت باشن که وقتی مثلا با لورج مشخصشون، مثلا لورجشون 10، این معامله وقتی ایزولیته به لورج 10 که شما دارین، اینم لورج، وقتی به 10% میرسه معامله بسته میشه، چون 10 ضرب در 10 میشه 100% دیگه، منفی 100% در واقع میره داخل ضرر و وقتی ایزولیت باشه معامله رو میبنده. اگه ایزولیت نباشه و کراس باشه شروع میکنه از اونور تو ولتتون، ولت فیوچرزتون، یه جورایی پولا رو میریزه اینور و از اونجا کم میکنه. پس حتما در نظر داشته باشید که معامله‌ای که باز میکنید ایزولیتد باشه. به نظر من این کار خیلی کمک میکنه برای این نوع معامله. شما میتونید اینجا مثلا اوردر سل بذارید، لورج 10 هم بذارید، بعد مثلا تا اون پایین نگه دارید. حالا تا اون پایین که ندارید، تا اینجا مثلا میشه 120% سود، 100% سود. از اونورم اگه 10% خواست بره بالا که حالا من خیلی دیگه بعد برم، دیگه معاملتون بسته میشه. و نکته مهمه وقتی که مثلا یه معامله بازی کنید با لورج 10 که وقتی 100% ضرر کنید معاملتون بسته بشه،
اون مثلا معامله 1/10 حساب شما باشه، بازم استاپش به ازای یه معامله زیاده، بازم استاپش 10%. ما میدونیم که خب اگه بخوایم قوانین مدیریت سرمایه رو رعایت کنیم بعد نهایتا 1 تا 2% رو ریسک قرار بدیم. ولی حساب کریپتو شما قرار نیست حساب اصلی باشه، قراره یه حساب نسبتا مارجین دار باشه، مارجینش زیاد باشه. یه سری حسابا هستن فول مارجین، یه پوزیشن یه فول مارجینه، یعنی اگه ضرر شد دیگه ضرر شد. مال کیه؟ مال وقتی که طرف مثلا $20,000 $50,000 پول داره، میاد آقا $500 $1,000 رو مثلا یه حساب فول مارجین که مطمئن از اون استراتژی برگزار میکنن. این استراتژی وین ریتش خوبه و یا حالا تو روند خیلی باید یه تغییرات اتفاق بیفته تو روند رنج، تو رنج که عملا یه جوری استاپ نمیزنه، یعنی نه که استاپ نزنه، برمیگرده نقطه ورودش. ولی چی بشه اکسپنشن بد داشته باشیم یهو مثلا بازار بکنه بره بالا، که اونم دیگه تا اون موقع 4-5 تا از این معاملات زدیم دیگه. پس این استراتژی به این صورته، مثلا اگه اومد اینجا شما باید بای بزنی. حالا بریم یه ذره گذشتهش رو نگاه کنیم. من داشتم بک تست می‌کردم، یکم شروع کردم فلش گذاری کردم، فکر نمی‌کردم اینقدر زیاد بشه. از سال 2000 از 2 سال پیشم فکر کنم در نظر گرفتم. مثلا اینجا که هی داره میره بالا، اولین کفی که مثلا سقف جدید میزنه، اینجا ما سقف جدید داریم رو این سقفه. اولین کف ما میشه کجا؟ اولین کف ما میشه اینجا. مثلا اینجا بای بزنید، خب نونتون تو روغن دیگه. حالا نمیگم خیلی هم سود میکنید، چون بالاخره باید رعایت کنید مدیریت سرمایه رو، خیلی هم قرار نیست سود کنید. استاد پورصمدی همیشه میگه ما یه گوشه بازاری نون و ماستمون رو میخوریم دیگه، اینم به همون شکله. خب سقف بعدی که یه جورایی رفته بالا، الان این سقفه بوده، اون کفه هم که دیگه یه جورایی بعدش اکسپنشن داریم دوباره، بعدش بازار ترکیده رفته بالا. آخه میتونیم اینجا اصلا وارد نشیم، اینجا رو در نظر نگیریم. حالا اگه وارد شدیدم که فوقش یا استاپ میخورید یا اینجا هم میاد پایین میبندیم یا اینجا تیپی میخورید. من روی این حساب میگم که نگاه کردم دیدم آخرین سقفی که اینجا زده شده لوش این پایینه و اینجا هم اوردره، دوباره اینجا سقف جدید زدیم. اینجا که سقف جدید میزنیم شما مثلا معامله رو میتونید اینجا وارد شید، اینجا بای بگیرید، تیپی دون هم اینجا باشه، دوباره میره بالا. حالا دراودانش چقدر؟ اینجا 4% مثلا دراودان داشته، دراودان شاید 5% بذارید مناسب باشه، ولی نمیگم 5% بذارید. شما اصلا بهترین کار اینه خودتون بین این استراتژی رو بررسی کنید و ببینید که اوکی هست اوکی نیست. اصلا حتما این کار رو بکنید. حتما خودتون برید مثلا الان که من بک تست کردم براتون اونجا کشیدم رو چارت بیت کوین ببینید چه جوریه اینا. یه نکته دیگه هم که راجع به این استراتژی میخوام بگم اینه که این استراتژی یه مشکلی که داره اینه که خیلی طول میکشه، یعنی از نظر زمان طولانیه. من همون جلو هم که بودیم بیارم یه لحظه سشن بریکس ها رو بیارم که هر روزی رو مشخص میکنه. نگاه کنید اینا هر کدومشون خودشون یه روزه ها، یعنی اینقدر ممکنه طول بکشه. مثلا شما اینجا بای میزنید معاملتون یه هفته طول میکشه. حالا نسبت مثلا استراتژی‌های شورت ترم یا کوتاه مدت فارکس خب این یه ذره زیاده. یا مثلا اینجا وقتی سل میزنی دوباره ببینید چقدر طول میکشه تا اونجا میشه چند روز، 1 ماه طول میکشه و این 1 ماه هم بعد معاملتون باز بشه دیگه، بعد معاملتون باز بشه و 28 روز هم حسابه. فقط یه خوبی که داره اینه که پنجشنبه جمعه هم حساب، شنبه یه شنبه هم حساب کرده دیگه. دوباره برگردیم همون جایی که بودیم. البته من یه استراتژی دیگه هم به ذهنم رسید که بیسش همینه، تایم فریم 4 ساعت، ولی توی 1 ساعت مثلا معاملات سریعتری رو باز میکنه تو همین روندایی که مثلا اینجا سل زدید. مثلا اینجا سل زدید، اینجا که داره میاد هایای بالاتر بزنه دوباره بریزه، شما توی 1 ساعت وارد میشید که اونو ایشالا توی ویدیو جداگانه بهتون آموزش میدم. آموزش که نه، بهتون نشون میدم که من نظرم چیه، من چیکار میکنم. خیلی اعتقادی به اینکه من آموزش میدم ندارم. خب پس اینجا شد، اینجا میتونید وارد شید، دوباره اینجا سل بگیرید، دوباره آخرین میجرمون میشه اینجا که من کشیدم، دوباره اینجا بای بگیرید. آها اینجا ممکنه شما استاپ بخورید بعد سرتون.
اگه 5% بگیرید استاپ میخورید، اگه 10% بگیرید استاپ نمیخورید، چون 10%ش میشه اون پایین تر. دوباره اینم بستگی به این داره که چقدر میخواید ضرر کنید، ولی اگه 10% بریزه خب شما استاپ بیشتری میخورید. آها این اشتباهه، این نباید اینجا باشه. آره اینجا بای میزد، اینجا سل میزنید، اون اتفاق اینجا میفته. اینجا دوباره اکسپنشن داریم، دوباره اصلا اینجا کف جدیده، اینجا وارد میشید. اگه میبینید یه کوچولو خطای هم متفاوته، ما که داشتم بررسی می‌کردم کدوم نقطه بهتره، الان مثلا به این نتیجه گیری رسیدم. دوباره اینجا بای میزنید، اینجا سل میزنید. حالا میتونید تا این پایین نگه دارید، میتونید اینجا ببندین، ولی تا پایین نگه دارید به نظرم بهتره. حالا یا اینجا استاپ میخورید یا نمیخورید، بازم بستگی به مقدار استاپ لاستتون داره. خیلی وقتا این اتفاق میفته، مثلا میجره های شما اون بالاه، بعد چارت شروع میکنه پایین اومدن، این ایراد هم داره، به صورت سایدوی میاد پایین. دوباره مثلا اینجا بهتون سل میده. یه کار دیگه هم که میتونید بکنید، میتونید به صورت پله‌ای مثلا شروع کنید به خرید فروش. مثلا رنج در نظر بگیرید، شما اینجا وارد شدید، اینجا مثلا اینا که چیز خاصی نیست، صافی من یه چهارم تقسیم کرده. مثلا نصف حجمتون رو نیم مثلا ببندید، یه مقدارش اینجا ببندید، یه مقدارش اصلا باز بذارید که مثلا همچین اتفاقی افتاد بگیرین. وقتی مثلا میدونید خب الان مارکت میتونه تا این کف هم بیاد، این همون سوینگ لویه که بهتون گفتم. اینجا رو میتونید وارد شید، اگه وارد شید خب سود خوبی بهتون میده، میتونید هم وارد نشید، بالاخره خیلی طول کشیده. اینجا هم میتونیم صرف نظر کنیم. دوباره اینجا اکسپنشن شکل گرفته، آخرین های ما اینجاست، اینجا دوباره سل میزنید. این شبیه خبرهای یه دقیقه چیز شده فارکس، برای همینه که من کریپتو معامله میکنم. یا مثلا ساعت 8 تو یک ساعت 5%، 6%، 7% میره بالا، ولی اینجا باز بهتون سل خوبی داده، اینجا بای فوق العاده ای میده. و این بود از استراتژی که من بهش رسیدم. دوباره اینجا نگاه کنید چقدر خوب بهتون سل و بای میده. اینجا خیلی بایش خوبه، اینجا هم با سلش ریخته. این به نظر من روش خوبی برای معامله کردن بیت کوین و کریپتو. اینا هم مثالایی بود که من بهتون نشون دادم، قبلا در آوردم. و دیگه همین دیگه تقریبا رسیدیم اونجایی که باید. اینجا میشه. پس مدیریت سرمایه‌اش رو حتما در نظر بگیرید. خیلی تاکید کردم اینجوری نباشه که با 3-4 تا معامله برین تو ضرر. و این سبک از معامله نیاز داره یکم تجربه داشته باشید. خیلی ها که اون اول شروع میکنن این کار رو انجام میدن و یه ذره گتره‌ای پیش میرن و نمیدونن که یه جورایی چی به چیه، ولی اگه تجربه داشته باشید خیلی بهتره. چرا میگم تجربه داشته باشید؟ مثلا مثل اینجا وقتی داره میره بالا، اصلا به هیچ وجه نباید بای بزنید. حالا میتونید از معامله خارج شید، استاپ میخورید. اگه از معامله خارج شید مثلا 2% فوقش مثلا ضرر میکنید یا 3-4%، بازم میتونید معامله کنید. و اگه شروع کنید مثلا اینجا بای زدن، دیگه کارمون تموم، کار من تمومه، کار شما تمومه، کار هممون تمومه. پس برای همین یه ذره در نظر بگیرید و انتظارش رو داشته باشید که اگه اینجا وارد شدید ممکنه 7-8% اصلا بالاتر هم بره تو ضرر. اصلا اینجا وارد شدید، حالا اینجا تیپی داده، فرض کنید تیپی نداده، باید انتظاری داشته باشین که با این سبک اینقدر میره بالا، چون خلاف روند ماینر دارین معامله میکنید. ولی رو کریپتو جوابه. خلاصش رو بهتون بگم، رو کریپتو خیلی جواب. اینم از بیت کوین. ببخشید من یادم واترمارکو بردارم، ولی فکر نکنم خیلی اذیتتون کرده باشه. هم رنگش کم رنگه، هم کسی که بخواد توجه کنه متوجه میشه من چه مثالی ها زدم. من رو چارتم بهتون نشون دادم، امیدوارم در آینده نه چندان دور بتونم مثال واقعیش که خودم معامله میکنم بهتون نشون بدم. ممکنه این ویدیو یه آپدیت هم داشته باشه،
و حتی اونجا استاپ مشخص کرده باشم براش، تیپی دقیق تری مشخص کرده باشم، مدیریت سرمایه خیلی معنی شده. ولی در همین که یه همچین دیدی به شما بده، بالاخره منم چند ساعت، چند روز، چند هفته دارم اینا رو بررسی میکنم و این دید میتونه به شما کمک کنه که شما معامله‌های بهتری داشته باشید، اصلا یه استراتژی دیگه درست کنید. شاید شما اینجا سوینگی وارد شدی، اینجا بای بوده، اینجا نخوای بای بگیری، بخوای بگی آقا من وای میسم لو قبل با های قبلی که زد، مثلا این قسمتی که بریک کرد، اینجا وارد شید، اینجا وارد شید بای بگیری تا اون بالا. میتونم اینو بگه به شما، مثلا یه همچین دیدی بگه، ولی من نظر شخصی اینه که اینجا بای بگیریم برای کریپتو بهتر. یه ویدیویی هم مجددا برای کریپتو میخوام درست کنم. همونطوری که دیدید من برم روی جی بی پی یو اس دی، همونطوری که دیدید ما این جی بی پی یو اس دی رو اینجا در مورد اوردر فلوش صحبت کردیم و استقبال خیلی خوبی شد. ممکنه اینم روی بیت کوین پیاده کنیم. رو بقیه ارزها که حتما این کار رو انجام میدیم، ولی بازم رو بیت کوین ممکنه این کار رو انجام بدیم. مثلا رو بیت کوین چجوری؟ اینجا قرمزه رو اومده سویپ کرده، برگشته، آبی رو بریک کرده. اینجا هم میشه در نظر گرفت، ولی من حالا بالاتر میگم چون اینا خیلی نزدیکه. آبی که بریک میکنه میریم برای بای زدن تو بیت کوین. اینم من ممکنه در نظر بگیرم. دوباره برگردیم به چارت بیت کوین و اینم از این. امیدوارم که خیلی براتون مفید باشه. نان استاپ صحبت کردم. چقدر وقت شد؟ نان استاپ 20 دقیقه شد. 22 دقیقه است فعلا. حالا فایلش احتمالا اگه یه کوچولو ادیت بخوره کمتر میشه. چیز خاصی رو از دست نمیدید. مکساشو شاید کم کنم و امیدوارم که تریدای خوبی داشته باشید و براتون مفید بوده باشه. خدا نگهدار.